تخلف در حمل بار و اساسیه منزل قدغن. دادستانی، تعزیرات، پلیس و اتاق اصناف تهران جلوی فعالیت باربری‌های فاقد پروانه کسب و خودروهای غیر مجاز حمل اساسیه رو میگیرند. در مجموع چقدر پرداختید؟ 91 میلیون. راحت 3 برابر میگیرن. شکایت از یه تخلف دارن. گفتن نهایت میشه 4-5 تومن. بعد که اومدن بارو بردن به مقصد رسوندن گفتن نه میشه 30 تومن. در روزهایی که دغدغه برخی حمل بار و اساسیه منزلشون هست. توی اینترنت سرچ کردم، یه سایت بسیار بسیار ظاهراً موجه، ولی یه شرکت فکر واقعیتش اومدن. یه اسباب کشی داشتیم، یه مسیر 3 دقیقه‌ای از ونک به توانیر بوده. 6 میلیون با ما بستن، طی کردن، ولی متاسفانه 10 برابر اونو از ما گرفتن. نه جای مشخصی دارن، نه مکان و آدرس مشخصی دارن. اینا فقط 4 تا خط گرفتن و دایور رو گوشیاشون. در حال تهیه گزارش بودیم که یکی از شهروندان در تماس با اتحادیه از یه تخلف خبر داد. بریم با تیم‌های گشت و بازرسی ببینیم که اونجا چه اتفاقی افتاده. دیدیم که از یک کوچه برده کوچه پایینی، یعنی اختلافش یک کوچه است. طی کردیم، گفت آقا مطمئن باش 4.5 بیشتر نمیشه. اومدن چقدر گرفتن؟ 15 میلیون و 500 هزار تومان. دست رو یخچال من گذاشته بودن که اینو من از اینجا تکون نمیدم که نمیدم، لازم باشه برمیگردونم بالا. حالا مردم باید چه کار کنند که در دام این کلاهبرداران گرفتار نشن؟ شروع یه جابجایی، ابتدا باید از باربری معتبر و مطمئن درخواست کنن. همشهریان محترم میتونن وارد سایت نوین اصناف بشن، استعلام برخط میتونن داشته باشن، با شماره همراه هستش، استعلام پروانه کسب شناسه صنفی با کد ملی هم میتونن انجام بدن این استعلامو. گول قیمت‌های بسیار پایین نخورن که دام دوم که بارشون به کامیون فاقد تابلو و بغل نویسی مثل کامیون پشت سر ندن. قرارداد ببندن و صورت حساب دریافت بکنن به دلیل اینکه در زمان شکایت بازرسی اصناف و وزارت صنعت بتونن پیگیر باشن. مردم میتونن در صورت مشاهده تخلف شرکت‌های حمل بار و اساسی منزل موضوع رو به سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی و یا تلفن گویایی 124 وزارت سمت گزارش کنند. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.